زن در اسلام یعنی مروارید در صدف است. زن در اسلام یعنی موجود مقدس با نام مادر است. زن در اسلام یعنی همسرم که باعث آرامش من می شود. زن در اسلام یعنی مدیریت و آموزش و تربیت کودکان خانه را به عهده دارد. زن در اسلام یعنی مادر که ظلم در حق او یعنی محروم شدن حتی از بوی بهشت است. زن در اسلام یعنی همسر که هم می تواند با شوهرش کار کند یا می تواند مثل عصای مرد در خانه بنشیند و از دسترنج مرد استفاده کند. زن در اسلام یعنی کار کردنش مشروط به اجازه سرپرست او است، اما خورد و خوراک و پوشاک و نیازهای زن وظیفه مرد هست. زن در اسلام یعنی می تواند در خانه شوهر حتی برای شستن ظرف یا شیر دادن بچهش از شوهر دستمزد طلب کند. زن در اسلام یعنی موجود لطیف و زیبا است که حتی مرد برای لباس و خوراکی او به بیرون می براید و خدمت می کند. زن در اسلام مانند ام المؤمنین عایشه رضی الله عنهما، مانند فاطمه زهرا رضی الله عنهما، مانند ماریه قبطیه رضی الله عنها. زن در اسلام یعنی تضمین آینده بشریت است. پس باید به قدرشان برسیم. السلام علیکم.